بسم الله الرحمن الرحیم. آیا می دانستید هرات یگانه ولایت است که در آن 135 نوع انگور پیدا می شود؟ آیا می دانستید واخان یگانه ولسوالی در جهان است که با 3 کشور هم مرز است؟ و آیا می دانستید در افغانستان تا اکنون 1400 نقاط شناسایی شده که دارای معادن مختلف می باشد؟ آیا می دانستید جلغوزی افغانستان در جهان یکی از گرانترین خشکبار به شمار می رود؟ آیا می دانستید سنگ لاجورد تنها در افغانستان پیدا می شود؟ آیا می دانستید ارزش معادن لیتیوم افغانستان برابر با تمام ذخایر نفتی عربستان سعودی می باشد؟ آیا می دانستید که در افغانستان بیش از 5000 نوع گیاه پیدا می شود، در حالی که در آلمان 4000 نوع آن پیدا می شود؟ آیا می دانستید افغانستان 41مین کشور بزرگ جهان است؟ آیا می دانستید ولایت کندوز در یک سال 144,000 تن برنج تولیدات دارد که در گذشته ها به نام کندوی افغانستان یاد می شد؟ آیا می دانستید صادرات عمده افغانستان به کشورهای آمریکا، هند، پاکستان و فرانسه می باشد؟ آیا می دانستید شهر کابل 4.5 میلیون نفوس دارد که 68% آن در خانه های خودسر زندگی می کنند؟ آیا می دانستید که بازی ملی افغانستان بزکشی است که یکی از دشوارترین بازی ها می باشد؟ آیا می دانستید که طلاق یک امر ناپسند در افغانستان است، به همین دلیل آمار طلاق در افغانستان تقریبا 0 است؟ آیا می دانستید که قالین مور افغانستان در جهان شهرت بسزایی دارد و یکی از گرانترین قالین ها به شمار می رود؟ آیا می دانستید زابلیون سیمینتوف یگانه یهودی است که در افغانستان زندگی می کرد؟ آیا می دانستید که افغانستان اولین کشور اسلامی است که 99.7% آن مسلمان می باشد؟